خادمان دین به مردم فهمانید، تلقین نمایید. اولا که خودتان باید دانشمند باشید، سواد کافی داشته باشید. چرا ما بیگانه پرستی میکنیم؟ چرا ما بیگانه ها را اینقدر تشویق و ترغیبات میکنیم؟ من نمیفهمم. چی میدید؟ چرا ملت را گمراه میکنیم؟ با کدام زبان فهمانم؟ چگونه؟ کدام راهبر دولت دنیا ملت خود را، خلق خود را دیده دانسته با آتش دل میدهد؟ حاضرین گرامی، باید گفت که با وجود مناسبت نیکی دولت نسبت به همه دین و مذهب ها، بخصوص نسبت به دین مبین اسلام، سالهای آخر ظهورات ناراحت سازنده و نگران کننده تعصب و خرافات، تفریق اندازی و افراطگرایی دینی و در این زمینه ریا نگردیدن معیارهای کنستیتوسیون و قانونهای عمل کننده افزایش یافته ایستاده است. ما خود شاهد بودیم و خود در یاد داریم که تمام فاجعه های سالهای 90 در نتیجه پایمال شدن کنستیتوسیون و قانونهای عمل کننده سر زد. همه را زیر پا کردیم. به چی آورده راست؟ انارکی، بی‌حاکمیتی. این در حالی است که طبق اندیشه و نظر دانشمندان معروف علوم اسلامی، خرافات و تعصب و افراطگرایی دینی با تعلیمات انسان پرورانه دین اسلام رابطه ندارد. دشمنان دین مبین اسلام برای کاشتن تخم نفاق و بدبینی، ایجاد حس اسلام ستیزی، تفریقه مذهبی در بین امت مسلمان و رسیدن به هدفهای غرضناک خود که یکی از آنها دست یافتن به بایگری‌های فراوان کشورها می باشد، افراطگرایی دینی را با هر راه و واسطه پشتیبانی و مبلغ‌زاری می‌کند. امروز برای کسی پوشیده نیست که مرکزی یک قطار حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی در کشورهای پیشرفته جهان جایگیر است. اکثر جنگ‌هایی که میان کشورها به وقوع می‌آیند با این یا آن اندازه جنگ‌های مذهبی میباشد. این دست انهمون دشمنان دین مبین اسلام و امت مسلمان است. سالهای آخر وسعت بی‌سابقه یافتن تلاش ابرقدرت‌ها برای عملی سازی منفعت‌های خود از نو تقسیم کنی دنیا، مسلح شوی با شتاب، آغاز مرحله نوی جنگ سرد، گسترش بی‌سابقه فعالیت گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی که متاسفانه خصوصیت دینی کسب نموده است، وضع مرکبی در پی پاندمی کووید 19 با وجود آمده، اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های وزین آن، خشکسالی و کم‌آبی، نارسایی مواد غذایی و گرسنگی وضع جهانی را مرکب و پیشگویی نشونده گردانیده ایستاده است. یعنی امروز انسانیت در دوره برخورد و تهدیدهای شدید نظامی، خشکسالی و کم‌آبی، قحطی و گرسنگی، تنزل اقتصادیات و اجتماعیات و در مجموع در وضع نهایت مرکبی تاریخی خود قرار دارد. تاریخ انسانیت چنین سالهای حساس، خطرناک برای انسانیت را
از سر گذرانیده ساده است. الا برای همینم در چنین وضعیت، در چنین سالها که برای زندگی ما شما نیز خطر دارد، زیاده روی نکنیم. بر اثر عامل‌های ذکر شده سالهای آخر ما شاهدی در چندین کشور مسلمانشین توسط سیاسی سازی اسلام یا با تاثیرگذاری اسلام سیاسی نارام نمودن زندگی مردم و خللدار ساختن وضع امنیتی دولت‌ها گردیدیم. انقلاب‌های رنگه و دیگر روندهای با آنها مانند که مثل جنگ تعمیلی شرمنده تاجیکستان تحریزی شده بودند، از کجا سرچشمه گرفته به کجا آورده رسانیدند امروز به هیچ کس پوشیده نیست. سیاسی کنانی دین یک روند صنعی بوده در تعلیمات اسلام جایگاه ندارد، زیرا دین اسلام از آغاز پیدایش خود سیاسی نبود و سرخط تعلیمات آن را نخست خواندن و آموختن، سپس ایمان آوردن به خدا و شناخت یگانگی او تشکیل می‌دهد و خلاص. وقتی میگوییم خدا یک و یگانه و بخشاینده و مهربان است، سجده کردن تنها به او ضرور است، نه به کسی دیگر، نه به چیزی دیگر. در وضعیت مرکب جهان معاصر ما وظیفه داریم که به خاطر حفظ استقلال و آزادی و امنیت دولت و جامعه در برابر رعایت طلبات قانون‌های دولت دنیوی بارش‌های دینی عاقلانه مناسبت نموده، هم ارزش‌های سازنده دین اسلام را حفظ نماییم و هم پیش راهی پهشوی تفریق اندازی و افراطگرایی را گیریم. من چنین می‌شمارم که نسبت به این مسئله بی‌طرفی یا مراساکاری کردن برابر به این است که سعادت خود و فرزندان خویش را برهم زنیم، چون که بی‌طرفی هم برای دولت و هم برای ملت با چگونه حادثه و فاجعه ها باعث می‌گردد نسل کلانسال کشور و اکثر در این تالار نشستگان خوب می‌دانند. من شاهد زنده، یکی از شاهدان زنده در اما تالار پره می‌بودم. اگر بسیاری ها بی‌طرفی نمی‌کردند در تاجیکستان جنگ شرمنده سر نمی‌زد. چگونه بدبختی ها را آورد، چقدر مردم قربان گشت. اگر یکی از سبب‌های به جنگ تعمیلی شرمنده کشیدن اهالی استفاده غرضناک احساس دینی مردم باشد، دیگر عامل اساسی بی‌طرفی و بی‌تفاوتی نسبت به تقدیر دولت و ملت. بیش از 150,000 نفر کشته شدگان، 1,000,000 گریزه‌های اجباری، زیاده از 50,000 کودکان یتیم، میلیون ها نفر آدمانی که عزیزان خود را از دست دادند و میلیاردها سامان ضرر اقتصادی آن روزها هنوز از خاطره مردم نرفتند و در اقتصادیات و زندگی ما امروز نیز احساس می‌شود. در جمهوری همسایه افغانستان ده‌ها قبرستان‌های نو از حساب گریزه‌های تاجیک پیدا شد. آن روزها اشخاصی که ایمان خود را فروخته بودند، پدر را ضد پسر و برادر را به سر برادر شلانیدند و جنگ تعمیلی
شهروندی آغازی سالهای 90 از مسجدها آغاز کرد. از مسجدهای آن زمان در بالای بعضن تکنیکای حربی بی‌طیاره‌ها کی بودن در دست اتوماتیک کلاشنیکوف؟ بعضن امام خطیب‌های داملای همان زمان. یعنی وقتی آن رسیده است که ما بر ضد همه گونه ظهورات نامطلوب و خطرناک از جمله افراطگرایی و تروریسم سرجمانه مبارزه بریم و در کشور ولایت قانون را تامین نماییم. باعث نگرانی است که بعضی امام خطیبان پیروی گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی گردیده غایه‌های افراطی آنها را در بین نمازگزاران تشویق و ترغیب می‌نمایند. مثلا امام یکی از مسجدهای 5 وقته شهر کانیبادان در جریان تحصیل دینی در خارج کشور برای افراطگرایی سلفیت شامل شده در دوره فعالیت در این مسجد منتظم جماعت‌های غیر قانونی تشکیل کرده با یک گروه جوانان شهر عاید به برتری رویه سلفیه نسبت به مذهب امام اعظم تعلیمات دینی افراطی داده آنها را به این گروه جلب نموده است. امام مسجد دهه شادیانه ناحیه جبار رسولوف غایه‌های تشکیلات تروریستی دولت اسلامی را در بین نمازگزاران منتظم ترغیب و تشویق کرده است. اینچنین سرخطیبان مسجدهای جامعه مرکزی شهر ناحیه‌های باباجان غفور و گلستان 1 نفری، کرجان 2 نفر و کانیبادان 6 نفر هنگام تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی دینی خارجی و تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی برادران مسلمان شامل شده بعدی به وطن برگشتن عقیده‌های افراطی خود را در بین عامه منتظم پهن نمودند. همچنین مبلغان این تشکیلات اکستریمیستی چند نفر شهروندان جمهوری عربی مصر با مقصدی در کشور ما به طور پنهان راه اندازی نمودن فعالیت خود به دانشگاه ملی و دانشگاه بین المللی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده به حیث آموزگار اینچنین به اکادمی ملی علمها همچون کارمند به کار در آمده با بهانه به گروه جوانان دادن تعلیم دینی عقیده های اکستریمیستی خود را با آنها تلقین نموده 124 نفر را به تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی برادران مسلمان جلب کردند. حتی یکی از امام خطیبان مسجد شهر کانیبادان در وقت ادای جزا در محبسخانه شهر خوجند با بی‌رحمی بسیار وحشیانه سردار مؤسسه اصلاحی را سرش را از تن جدا کرده خواست که از محبسخانه بیرون شد. سابق امام خطیب مسجد بسیار حادثه های دهشتناک است. سالهای آخر از جانب بعضی شهروندان تاجیکستان در حدود دیگر کشورهای جهان عملهای مدهش تروریستی صادر شده. این کردار غیر انسانی آنها با آبروی دولت تاجیکان و ملت تاجیک در عرصه جهانی اسناد آورده ایستاده است. طبق معلومات موجوده 3 سال اخیر 24 نفر شهروندان ما در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکانیدن خود دست زدند. حالانکه خودکشی و جهاد بلکه گناهی عظیم و خلاف تعلیمات و طلبات دین مبین اسلام می باشد. در سوره بقره قرآن مجید آیت 95 آمده است که
خویشتن را با دستهای خود به ورطه هلاکت نافکنید. این عملها از جانب گروه‌های منفعت‌جوی و خدمات مخصوص بعضی کشورها تعریضی می‌شوند و آنها از بی‌معرفتی و بی‌تجربگی و آگاهی بعضی جوانان ما استفاده می‌کنند. در این روند رهبریت دولت جهت بخشش گناه و به زندگی آسایشته هدایت نمودن شخصان و جنایت دست زده پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. برای مقایسه می‌گویم همه این برای تأمین نمودن امنیت ملت و دولت، صلح و ثبات کامل، وحدت ملی که ملت ما دیگر باره به اون روزهای سختی که سالهای 90 به سرشان آمد دچار نگرده. در دوران صاحب استقلالی 17 مراتبه سندهای عفو قبول گردیده زیاده از 170,000 نفر جنایتکاران از جاوداری جنایتی و جزا آزاد کرده شدند. علاوه بر این با اقدام بشردوستانه رهبریت مملکت و قانونگذاری جنایتی تغییر و اصلاحات وارد کرده شده مقرر گردید که در صورت اختیاراً دست کشیدن شهروندان از اشتراک در فعالیت گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی، اینچنین قطع کردن اشتراک منبعد در زدوخوردهای مسلحانه در حدود دیگر کشورها، آنها از جاوداری جنایتی آزاد کرده می‌شوند. با استفاده از این امکانیت در 10 سال آخر 1640 نفر به وطن برگشتند و پرونده‌های جنایتی نسبت به آنها قطع کرده شدند. تنها سال 2023 328 و در 2 ماه سال جاری 140 نفر شهروندان از این امکانیت استفاده کرد. اما حالا 4075 نفر شهروندان کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند. وابسته به این پروکراتورای جنرالی و دیگر مقامات حفظ حقوق وظیفه‌دار کرده می‌شوند که کار را در سمت به وطن برگردانیدن آنها، اینچنین با جای کاری تامین نمودن چنین شخصان و شهروندانی از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد شده و طور قطعی جانب نمایند. با این مقصد ضرور است که در نزد پروکراتور جنرالی ستاد آید به بررسی مراجعت‌های شخصانی برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار داشته تأسیس داده شد. ما به این شهروندان بار دیگر مراجعت میکنیم که فریفته هر گونه دسیسه ها نگردیده، فکر پدر و مادر، فرزندان، آبروی دولت و ملت را کنند. آنها می توانند دلپرانه به وطن برگردند و از امکانیت های در قانون پیش بینی گردیده استفاده نمایند. جوانان باید درک نمایند که گراییدن به گروه های تندرو، دست زدن به عمل های تروریستی و بدنام کردن دولت و ملت عاقبت های ناگوار دارد. آنها باید در زندگی راه درست را انتخاب کنند. رفتار و کردارشان را به منفعت خود، عائله، دولت و جامعه برا مانده با استفاده از فضای صلح و آرامی کشور و امکانیت های فراهم آورده دولت و کسب آموزی و سود نمودن علم و دانش مشغول شد.
در حالی که اکثر کشورهای اسلامی جهان با سرعت رشد کرده و با آموزش علمهای معاصر حتی برای فتح کیهان کوشش می نمایند، در جامعه ما گرایش بعضی شهروندان به خرافات پرستی و افراطگرایی و تحصیلات غیر قانونی دینی افزایش یافته ایستاده است. جوانان از کشورهای اسلامی در پیشرفته‌ترین مؤسسه‌های تحصیلات عالی دنیا تحصیل می‌کنند، ولی مردم ما هنوز در فکر چی ثواب است و چی وبال، حج روی، عمره روی، حاجی آرشی و حاجی طلبان بند ماندند. در دوره از سال 2020 تا سال 2023 در کشور 680 حالتی به تعلیم غیرقانونی دینی فرا گرفتن 5000 نفر تعلیم گیرنده آشکار کرده شد. تنها سال 2023 300 حالت تعلیم غیرقانونی دینی آشکار و جلب بیش از 4100 نفر پیشگیری کرده شده است که از وسعت روند مغزشویی کودکان، نورسان و جوانان درک می‌دهد. در این دوره از طرف مقامات حفظ حقوق 520 نفر خادمان دین برای چنین قانونشکنی‌ها به جوابگری مأموری کشیده شد. این در حالی است که در 10 سال اخیر از جانب مقامات حفظ حقوق 1320 جنایت مانع شدن والدین به گرفتن تحصیلات میانه اساسی فرزندان آشکار گردیده است. مخصوص تاکید می نمایم که تعلیم غیر قانونی دینی در بسیار حالتها باعث در شعور تعلیم گیرنده تشکل یافتن فناتیزم دینی و من بعد دست زدن او به عملهای اکستریمیستی و تروریستی می گردد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اکثر شخصان به جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی دست زده در دوران نورسی به تعلیم غیر قانونی دینی جلب گردیدند و از تحصیل در مکتب میانه دور ماندند. مثلا اکثر اعضای گروه تروریستی که شب 6 نوامبر سال 2019 به دیدبانگاه اشقاباد کشون‌های سرحدی یعنی سربانان هجوم مسلحانه نموده 6 نفر خدمتچان حربی را به هلاکت رسانیدند. قبلا در داخل و خارج کشور تعلیمات غیرقانونی دینی گرفته بودند. در جریان این هجوم یکی از اعضای گروه جنایتی مذکور زن کلانسال سرباز دیدبانگاه را که با او بنابر زن مادر سالخورده بودنش باور کرده به سلاح و نزدش آمده بود به کارت به هلاکت رسانید. به نزدش آمد که مادر را به جای گرب به خانه گرب برد. تصور کنید که پیرزن 70 ساله یا نبیره خودش را به قتل رساند. این کسل، این مریضی. هدف این گروه به دست آوردن سلاح و قتل عام کردن اهالی آسایشته از جمله در شهر دوشنبه بود. همچنین قتل چندین نفر محکوم شدگان در محبسخانه شهر وحدت که چند سال پیش در نتیجه تفریق اندازی مذهبی رخ داده بود. از آن جمله جنرال قیام الدین. آن را گروه های دولت اسلامی می‌دانند آموختند که ایمانش را عوض کرده است، مذهب دیگر را قبول کرده است. به قتل رساند وحشیانه. شیخ تیمور را نیست. حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط برای تعلیم دینی
در خارج کشور پیوسته غمخواری می‌نماید. ترتیب گرفتن چنین تعلیم با قرار حکومت از 30 دکمبر سال 2011 تعظیم کرده شده است. در دوران صاحب استقلالی طبق راخت مقامات دخلدار دولتی صدها نفر شهروندان ما با مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی فرستاده شدند. با وجود این 4150 نفر شهروندان برخلاف ترتیبی مقرر شده با کشورهای خارجی سفر نموده با مؤسسه‌های تعلیمی دینی و طور غیر رسمی شامل شدند. این در حالی است که سندی حتما تحصیل یا دیپلم آنها در تاجیکستان اعتبار ندارد. تحلیلان نشان می‌دهد که این شهروندان از تشویقات اکستریمیستی و مخشویی آسیب پذیر بوده 156 نفری آنها در خارج کشور با صف حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی جلب گردیدند. از این لحاظ با کوشش‌های حکومت مملکت در دوره از سال 2010 این جانب قریب 4000 نفر شخصانی در خارج کشور به تعلیمات غیر رسمی دینی مشغول بوده به وطن برگردانیده شده 205 نفر تا حال در خارج کشور باقی مانده‌اند. ضرور است که جهت پوره به وطن برگردانیدن آنها تمام چاره‌ها اندیشیده شده آنها با جای کار و تحصیل تامین کرده شد. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص در 3 سال اخیر تقریباً 400 نفر شهروندان کشور و سال 2023 104 نفر یعنی 29 عائله که از زنان، نورسان و طفلان خردسال عبارت بودند از سوریه و عراق با وطن برگردانیده شدند. تعلیم غیر قانونی دینی سبب دست زدن به عوام فریبی، فالبینی و جادوگری، دیگر کردارهای ناشایسته غیر قانونی مشغول شدن به فعالیت خصوصی طبی و در این زمینه رسانیدن ضرر مادی و جسمانی به شهروندان نیز می‌گردد. حالت‌های به طبابت غیر قانونی آدمان مشغول شدن روحانیان علاهیده در یک قطار شهر نایا آشکار گردیدند. مثلا ساکن نایه شهر نو ستاره سید مهدی خان با تخلص شیخ تیمور که قبلا 7 سال برای قلابی از آزادی محروم شده اصلا سواد دینی نداشت خود را همچون عالم دین معرفی نموده به طبابت غیر قانونی دینی مانع شدن به گرفتن تحصیلات عمومی اساسی به فرزندان و توجه دست داده برای این کردارها به جوابگری جنایتی کشیده شده است. شیخ تیمور که قریب برای قرابی 7 سال را در محبس گذرانیده است خود را قریب پیغمبر اعلام کرده بود. چیکارا نکرده است؟ نمیدانم مردم ما برای چی این طور رو تمار و تشتاوی که نوشته شیخ تیمور شما با واسطه رسانه‌های تلویزیون دیگر تماشا کردید دادن که خان بابای داملا چی نوشتی در اینجا خواندن نمیتواند خودش تماری نوشتگی خودش را خوانده نمیتواند حرفی خودش نوشت میگه قبلگاه هم همین طور میرسیم ما هم از همون یاد گرفتیم. آدمان حتی از جمهوری‌های همسایه دیگر جا آمده زیارت میکردند و مردم خودمان در نوبت ایستاده پای افضال آن را تفاهم میکردند. ماشینی که سوار است چیکاران نمیکردند تفاهم میکردند. نوبت ایستاده آبی که دست میشوید آب را مینوشند. این چی گپ است؟ این کدام اسلام است؟ در کجا آمده است؟
کرداری از همه افراط آور در این جاده دست زدن بعضی بنام روحانیان این چنین امام خطیبان با عملهای بداخلاقانه با استفاده از اعتقاد دینی شهروندان می باشد. در دوره سالهای 2016-2024 در کشور زیاده از 50 حالت چنین جنایت ها آشکار و شخصان گناهکار به جوابگری جنایتی کشیده شدند. ما آینده در قانون تغییرات می‌داریم. هر یک تروریست نورسه که در نزد داملا کسی نباشد تعلیم گرفته است دست به کشتار دست به ترور میزند پیش از همه خودی همون داملا باید در نزد قانون جواب